در اولین ویدیو میخواهم یک مرد آزادی خواه را به شما به معرفی بگیرم. این مرد آزادی خواه را اکثریت آزادی خواهان میشناسند. این مرد کسی نیست جز چه گوارا. چه گوارا در سال 1928 میلادی تولد شد و در سال 1953 از رشته پزشکی فارغ شد. پدرش آیرلندی، مادرش اسپانوی و وطنش آرژانتین بود. چه گوارا در مبارزه و آزادی کیوبا یار و یاور فیدل بود. چه گوارا بعد از پیروزی در کیوبا مدتی وزیر بود، اما وزیری بی آلایش. برای اینکه دیگر ملل جهان به مبارزه اش نیاز دارد، در سال 1965 از وزارت استعفا داد و عازم بولیوی شد. برای مبارزه مرز نمیشناخت. الا 1967 مبارزه کرد و در همین سال به دست عوامل سیاه کشته شد. در جریان شلیک گفت: شلیک کنید، شما فقط یک چه گوارا را میکشید. در 1967 به شکل مرموز گورش کردند. در 1997 ملت ها دوباره اکرام و تکفینش کردند و تا حال هرچی آزادی خواهی هست تکریمش میکنند.